سلام علیکم دوستانی بهتر از جان، دوستان شیرین همزبان. همه شما را برای شما خانه آباد و دل شاد، بخت سعادت برای شما آرزومندم. اگر ابونه شدگی نباشید در کانال من ابونه شو، подписка که هر قصه های جالبی که بفهمم به خاطرتون پدیلیت میکنم تا اینکه همون یک جای بفهمیم. یک وقتا یک برادرم یک قصه شنیده بودم. خب قصه کرد، بسیار قصه جالب بود، بسیار قصه تاثیر بخشی، بسیار قصه گیم که فورم همون قطعی شما پدیلیت میکنم، نقل میکنم تا آخرش گوش کنین، ان شاء الله فایده می‌بینیم هممون. در یک زمان میگه یک پادشاه بود، یک وزیر داشت، بسیار وزیر عاقل بود و او وزیر بسیار نغز میدید. میگه همون نغزش میدید، میگه که هر وقت که هر خوش خبری که میشنوید با او وزیر میگفت، هر کجایی که میره وزیر میبرد، هر چیزی که میخورد وزیر میداد. خلاصه دو امقتی همون وزیر بودن. بعدا میگه این وزیر میگه هم عاقل بود، هم دانا بود که میگه هر وقتی که پادشاه هر گپی که میگفت قطیش مثلا خوب بد بود خونک میگفت کار خدا همش خوبه، کار خدا همش خوبه، همین گپ فقط میگفت. مثلا میگفت که فلان دولت شکست گرفتن، میگفت کار خدا همش خوبه. فلان جو میگفت مثال سلطنت ما تلف یافتن، میگفت که کار خدا همش خوبه. بعد روز از روزها پادشاه شمشیر بازی میره و قدی سرلشکر شمشیر بازی میکنن، چخلی میکنه که میزنه هم چلیکه که میده که پادشاه میپره میره دستش قاپیدگی میاد پیش وزیر، میگه وزیر چلیک پرید. وزیر میگه کار خدا همش خوبه، سری پادشاه وایرون میشه در همین حالت. میگه ای وقتی که متر میشناسم تو همین گپ میگوی چلیک پرید، میگه چی خوبی داره. بره میگه زندان کنی، میبرن زندان میکنن وزیره، چند شاید سال میگذره. میگن تو اگر همین گپش نگرده هویش نکنین. هر وقت میپرسن پادشاه را که هویت کنیم همین گپ، میگه نه اخی این گپ من اصلا همین گپای که کار خدا همش خوبه، این یگون جای این گپ گشتن ندارم من دیگه. میگه خیر خلاصه گپ همین تا چند وقت زندانی میشوه. بعدا پادشاه روز از روزها میگه شکار میره و شکار در قزیق شکار ایدن به همون بگیم که سید خودش میره و ای منطقه خودش ای دولت خودش بیرون میبره، بگیم که ای گرانیتسا میگذره. در اونجا یک گروه الباشا همین میبیننش، یک مردک سفیدی پاکیزه بوز بالای خشرو میخپن، میگم گیری رفته میره میبرنش اونجا. همون روز عید داشته بودستن، باید که در نزد پیش همون که بگیم بودشون یک کسا قربونی میکرده بودستن. ایره که میبینن میگن بسیار خلایه، میگه تا خشرویه تا سفیدی بوز بالایی هم انا میره میبری قربونی مینیم. میگیرن میبرنش. خلاصه گپ در اونجا نگاه میکنن، وقتی همون دستا پوجا بستن که بکشیمش گواره همین قیمگه بچه ما پادشاه اونا کشور ما خیلی که همینجا فوق العاده شد اومدیم در همینجا در کشورش ما مهمون شدیم میکشیم. و دیگه اگه وقت اینترنت نباشه مثل حاضره تلویزیون نباشه که او بفهمی که حقیقتا همون عادی دمشه یا وقت ما در تلویزیون که در اینترنت خلاصه نمیشناسنش. همین تا دستا پوشا میگه باندیم که همین وقت دستاشو بستن نگاه میکنن که هم چلیکه که مایده حق نیست. آی میگه این نداره یا چلیکو، میگه چلیکی نداره و ایشکی نبره و بوچه واگنه یا چکورش میکنیم این سالیم نیست. باید همون یک مرده که نیده بطن در کاره که همه چیزش مقصد در جاش باشه، یا چلیکش نیست نبوچک نبره و ایش میکنن. جورت پادشاه خرسندی کرده میویا همی دویده میویا میگه وزیر فیرود کنه، وزیر فیرود میکنن. میویا وزیر میگه چی گپ شد؟ میگه امروز شکار رفتم، میگه امی در این قزیق شکار میگه ای سرحد گذشت، میگه او همسایه شهر ده میگه گروپ الباشا قبیدن بردن گفتن قربونیش میکنیم، عید داشته بودستن چی داشته بودستن، بردن نگاه کردن در وقتی دست ما بستن که امی چلیک نیست، گفتن سر کیره یا چلیکش نیست. میگه اینه میگه اومده میگه زنده و سلامت. بعدا که ای پادشاه ای وزیر باید عذرخواهی کنه که اینقدر سال که وای زندانی کرده. خیلی میگه وزیر میبخشه که ما را ببخش، این قصاص ما را زندانی کردیم ملال نباشه که بگناه خیلی اینقدر وقت ما بهوده زندان کردیم. این میگه پادشاه ملال نباش، میگه کار خدا همش خوبه. در میگه با پادشاه دست بخورده میشه و سرش ویرون میشه. میگه ای کت من بفهمو که همین کار خدا چی خوبی داره، چلیکم پرید گفتی خوبه، زندانت کرده میگوی خوبه، کو گپ زن خوبیشه. بعد میگه وزیر میگه خشروب شین، میگه گوشات از سنیمون بگردون خش روی ساز گوش کنده که بگومت کار خدا را خوبیشه.
میگه کار خدا خوبیش همیه که چلیکه که میداکی ترا پرونده سر تا در جوش مون. یعنی اگر چلیک میداکی تا نمی پرون امروز سرت میپرید. این کار خدا خوبیش همیه. هر وقت و هر کجایی که میرفتی من حتما قتید میبردی. از بس که امروز زندانم کردی که نبردیم من زنده موندم. اگر میبردی قتید منو در اونجا میدیدن که تو سالم نیست یک چلیکت نیست حتما تراوی میکردن منو میکشتن. کار خدا خوبیش انمیه که من از زندان کردی و هر دومون زنده موندیم. برای همین میگن که هر مصیبت کوچکی که بالای انسان میآید ای پشتی او شاید که مصیبت بزرگی هست که خداوند به سبب همین بگیم که مصیبت میدهد کوچک مصیبت بزرگ ایطوری سر ما دور میکنه. خب بعدا برادر جونو همین تقدیرتون چیزی که هست در تقدیرتون راضی باشه. تقدیرتون تا وقتی که راضی نباشه ای خودتون ای تقدیری که خداوند برای شما قدر کرده ای شما هیچ وقت دل آرام نمیبینید. دویم سرگردونه، دویم زیق، دویم خفایه. چیزی که خداوند داده قناعت کنه. یگان وقت نگه خدای ما برای ما هیچی نداده. خود چلیکت نیست، خود پاد نیست، خود گوشت نیست، خود کاری گنگی هر چی که هست این نعمت ای. خداوند داد نعمت ای، نداد حکمت ای. برای میگن که هر چی که میخواهی ای بنده طلب کن. استغفر الله، ای بنده ای خدا طلب کن. خدا اگر داد نعمت ای، نداد حکمت ای. بنده اگر داد منت ای، نداد ذلت ای. خداوند همتون سربلند موفق کنه. مردم جمهوری تاجیکستان و مردم بیرون از جمهوری تاجیکستان خداوند همه ما را صحت و سلامت نگه بداره. برادر جان بخیلی نکن، پادپیسکا اگر پادپیسکا نکردیم لایک بجر اقلا لایک یگون کس تماشاش کنه همین کانال ما را دستگیریمون میکنه که خیر خداوند نگهدارتون باشه. و اگر یگون گپ پست و بلند باشه عذر میخوام. ای همتون بخشش. خدا نگهدار.